اوتیسم از مادر به ارث میرسد؟ سوالی که احتمالاً برای خیلی از افراد ایجاد می شود این است که اوتیسم از پدر به ارث می رسد یا مادر؟ حقیقت این است که تقریباً 50% خطر ابتلا به اوتیسم در کودکان به وسیله جهش‌های ژنتیکی به صورت خود به خودی ایجاد می شوند که این ژن‌ها در والدین، خواهر یا برادر کودک وجود ندارد. در یک مطالعه که در مورد رابطه بین ویژگی‌های رفتاری والدین و فرزندان مبتلا به اوتیسم انجام شد، مشخص شد که بسیاری از ویژگی‌های کودکان مبتلا به اوتیسم پس از رفتاری اوتیسمی در مادر بروز می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که مادر در برقراری ارتباط در یک محیط اجتماعی مشکل داشته باشد، فرزند اوتیست او نیز چنین مشکل ارتباطی خواهد داشت. بررسی مطالعات در مورد عوامل ژنتیکی مؤثر بر اوتیسم. بررسی بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که اوتیسم از مادر به ارث می‌رسد. زنانی که دارای ویژگی‌های خفیف اوتیسم هستند، ممکن است انواع ژن‌های مرتبط با اوتیسم را به فرزندان خود منتقل کنند، بدون اینکه خودشان مبتلا به اوتیسم باشند. اما برخی تحقیقات جدید نیز نشان می‌دهد که انتقال این بیماری از پدر به فرزند نیز بسیار رایج است. بررسی یک مطالعه بزرگ که با تجزیه و تحلیل 9275 ژنوم کامل انجام شد، نشان داد که برخی جهش‌های مرتبط با اوتیسم از پدران به فرزند منتقل می‌شوند. یک مطالعه جدید که DNA به اصطلاح غیر کد کننده را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که تغییرات در مناطقی که فعالیت ژن را تنظیم می‌کنند نیز ممکن است به اوتیسم کمک کند و با کمال تعجب این تغییرات از پدرانی که اوتیستیک نیستند به ارث می‌رسد. اوتیسم یک بیماری